شما دختردارا، شما خانوما، تو این 10 روزه محرم تو این جلسه همین یه حرف بستتون باشه. همین من به نظرم این فردا به بعدم دیگه نیایم کافیه که پاپ اینو دل بدین به این حرف. سندش هم دارم تو خونم. پاپ از 7000 کشیش و کاردینال دعوت کرد واتیکان، رفتن. دستور کار جلسه این بود برای خاموش کردن چراغ اسلام نظریه بدیم. 7000 کشیش باسواد کاردینال. من انگلستان با یک کشیش صحبت میکردم، خیلی باسواد بود، خوبم شیعه رو میشناخت، مذاهب رو میشناخت و من دکترای ادیان دارم. 7000 پیشنهاد داده شد برای کشتن اسلام. از 7000 پیشنهاد 700 تاشو به عنوان نخبه پیشنهاد گرفتن، مطالعه کردن، 70 تا پیشنهاد در آوردن، 7 تا پیشنهاد در آوردن. یه پیشنهاد تو این 70 قبول شد، بنا شد که کاملا خرج بکنن برای پیاده شدن این پیشنهاد و اون این که اگه میخواین چراغ دین خاموش بشه تمام دختران و زنان مسلمان رو نیمه اوریان از خونه ها بکشین بیرون و از زمینه بسازیم تو تمام ادارات، تو تمام فروشگاه ها، تو تمام شهرداری ها، تو تمام پارک ها، تو طیاره ها، تو قطارها ولو بشن. همین که مردان مسلمان این پیکرها و قیافه های زیبا رو دیدن و رابطه برقرار کردن، دینشون هم بمیره. کم کم اسلام با بی‌حجابی کامل زنان نابود میشه. دختردارا دستتون در نکن. دختردارا واقعا خسته نباشید که با فکر کیا با دخترانتون در مقام کشتن اسلام برآمدید. شما دولت ایرانم خسته نباشین که بی‌حجابی داره گستردگی کامل پیدا میکنه. شما دانشگاه ها خسته نباشین، شما دبیرستان ها خسته نباشین، شما کارگردانان این مملکت خسته نباشین. حالا تا ببینیم کی ختم اسلام رو دیدیم. واقعا خسته نباشین. دختر پیغمبر مظلوم تر از تو هم هست. زینب کبرا مظلوم تر از تو هم هست. من شما رو خدا الگو قرار نداده. کو پس کو حداقل این 4 تا چادر رو شماها نگر دارید. شماها نگیم حجاب اسلامی، ما حجاب کفری هم داریم که اسم اسلام بغلش گذاشتید. زنان رو تا مرز بی حجاب شدن کشیدید به عنوان حجاب اسلامی. بی حجابا رو بعد از انقلاب چادری نکردیم، چادری هامون هم بی چادر شدن. واقعا خسته. قیامت چه خبره؟ شما کارگردانان،
شما حوزه‌های علمیه، شما آخوندا، شما گویندگان، شما متدینای در بدنه دولت و دانشگاه‌ها، هیچ دردتون نمیاد که چه داره میگذره و چی داره میشه و کجا داریم میریم. و علی الاسلام و سلام باید مجلس فاتحه بر دین بگیم. این عصر امام حسین و علی الاسلام و سلام تموم داره میشه دین. کلکم را و کلکم مسئول عن رعیتی. به والله قسم طبق آیات قرآن قیامت از همه شما دولتی‌ها که بدنه حکومت ایرانی، از شما دانشگاهی‌ها، از شما حوزوی‌ها راجع به ظهور این فساد و گسترده شدنش و حاکم شدنش سؤال خواهند کرد، جوابی هم نخواهید داشت. هیچ هم لازم نیست خدا با انبیا و ائمه ما رو محاکمه بکنه. هیچ محاکمه لازم نیست براتون. کافیه فقط البنین دو تا دست قمر بنی هاشم رو بیاره بگه این دو تا دست همونی بود که گفت والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا انجی. من این دو تا دست رو برای دین جواب بدید. به من مادر داغ دیده جواب بدید. خون بچه منو جواب بدید. لا اله الا